چطوری حشمت خانم؟ همین که گفتم دیگه. بگو بگو. میگم باید بمیرم برم زنده هم نمیدونم چرا. با خاک برسرم. به خدا از این حرفا نزن. نه، من ناراحتم، خیلی ناراحتم. چی اذیتت میکنه؟ این ناراحتم میکنه. من از این که میبینم که افتادم یه جا موندم، نمیتونم حرکت کنم. اگه میخوام برم بیرون بعد مالی بیاد زیر دستم بگیره من ببره بیرون. این چه زندگی خدا رحمت کنه. من خواهرم انداختم، منم برم. فرانک دو بار سه بار دندون منو درست کرد، درست نشده. نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم راه برم، نمیتونم کتاب بخونی؟ کتابم نمیتونی بخونی؟ کتابم وقتی که اینطوری هستم حوصله ندارم. کتاب چی بخونم؟ کتاب سرنوشت چی بخونم؟ برای من چه فایده ای داره؟ دردم که یه ذره یه چیزی رو زیادی میخورم دلم درد میگیره، کم میخورم گرسنم میشه. هوا به این گرمی الان هستش من میلرزیدم صبح. آره صبح سرد بود. آره. قربونت برم. خدا نکنه. دیشب چیز اسمش یادم رفت. کامبیز؟ نه، سوسن؟ دوریان؟ آها. دیشب دوریان اومد اینجا کلید گرفت، گفت من میرم توالت کلیدم میذارم سر جاش. توالت کجا؟ من نمیدونم کجا، اینجا رفت کجا رفت. بعد رفت، من به فکر افتادم که این توالت نباید باشه، این شاید و هر کاری کردم اسم دوریه یادم نیامد. بالاخره تلفن کردیم، واری رو صدا کردم که من خوابم نمیبره. این کی بود تلفن کرده؟ کلید رو گرفت، کلید از من گرفت، گفت من میذارم سر جاش میرم. و اینو نفهمیدم این گذاشت سر جاش یا نه. بعد فکر افتادم که این دوریه رو کی بردتش. میدونی از این فکرها هی میاد تو سرت؟ چرا؟ فکرهای اول بدن من گفتم دوریه رو بردن. و قده کردم واری بلند شده، گفت تلفن کردیم چیز گفته که سوسن گفته که دوریم پیش ما. دوریم کجا بود دیشب؟ نمیدونم.